با لطف تب مردم شیراز از کمان باور نمی کنم که گویم کجان بیم. شریفجان نیازов فرزند هنرمند مردمه تاجیکستان بوی محمد نیازов است. امروز او سرود پدر را زمزمه می کند. شریفجان نیازов تمام اسباب و کتاب ها و دستاوردهای پدر را در یک کنج خانه شخصیش همچون بایگانی پدر نگاه می دارد. شریفجان در جوانی کتاب های پدر را به دست گرفته ابیاتی قرائت می کرد. پدر باشد آن بیت را ادامه می داد. بغیر از مهارت سرایندگی، فرزند بوی محمد نیازов هنر تنبورسازی هم از خود کرده است. از روی نقلی وی اولین تنبور تاجیکی نیز اختراع دستانی اوست. ایتاژم دوشنبه زندگی میکنه. تشکر تور ساخته بودم. آدم تماشا کردن گفته. همه خیلی شد که خدا میساخته گفتم. من روبوی تاجیکی تنبور رو من این روبوی میسو برای نیورم ساختگی. بوی محمد نیازов نوازنده شوروی و هم خلق تاجیک، اجرا کننده شش مقام عنعنوی موسیقی تاجیک می باشد. او همچون شاه شش مقام اعتراف شده است. در طول حیاتش با اجرا و آموزش شش مقام مشغول بود. بخلا مکتب خون نبودم ولی خانه بود دوتار میستاد میگفتم که می نوختم دستم نمیرسید میگفتم دوامش می نوختم با این طرف میخوندم یعنی دستم کوتاه میکرد از همون وقت می نوختم اگر مقصد اگر باشه دیگه تمام اوله ما اگر با 7 پسر یک دختر باشه دستی کدومی خانگی هم با اسباب موسیقی نقاب کنند همش خونده میتونه سرود میتونه یعنی چه مثلا ما یادم با هست پدر سرود تهیه میکردن موقعی بسیار که بینه مهندسی که گفته یا کوچمی برانه که پدرت یعنی آهنگ تهیه کرده است. با جیم شده با من میشدم یادشم آمده میشتم گوش کردم. یکی کلام وقت هیچی نمیفهم. این دوره عجیبی کودکانه. شش مقام موسیقی سنتی آسیای میانه بوده بیشتر مردم ایران و تاجیکستان آن را میسرایند. اساسا شش مقام از 12 مقام عبارت است. هر یک خلقیت با لفظ موسیقی خود از 12 مقام خود را انتخاب کردند. خلق تاجیک باشد از 12 مقام 6 مقام را به وجود آورده است. 6 مقام تاجیک از مقام‌های بزرگ راست، نوا، دوگاه، سه‌گاه و عراق تشکیل شده است. مجموعه اثرهایی که در همین مقام‌ها جایگیر کرده شده است، نشانه اول این مقام‌ها این پرده است. این پرده مقام بزرگ مثلا امروز مفهوم امروز ری هست از هم پرده ری آغاز می شود دوگاه هم از پرده ری سه‌گاه هم از پرده ری حالا که می بینیم مقام راست از پرده دو آغاز می شود مقام سه‌گاه گفتیم از ری و مقام نوا از پرده فا آغاز می شود امروز مفهوم بنابراین همین موسیقی کلاسیک 6 مقام استادها البته واسطه اساسی مقام‌ها از اولاد از دورهای قدیم تا به امروز از اولاد به اولاد که امروز ما افتخار 6 مقام میکنیم البته نقش استادها خیلی زیاده البته در ایجادات استادهای زبردست این موسیقی حفظ کرده شد و اولاد دیگر با واسطه استعدادهای همین استادها بهره‌مند شدن و همین عنعنه دوام دادن. مرکز 6 مقام شهر بخارا است. این نمود موسیقی را اساساً در دربار برای امیران می‌سراییدند. به گفته سلطان علی خدایبردیو توجه نورسان و جوانان به صنعت کلاسیکی 6 مقام بیشتر می‌گردد. حالا در قلمرو تاجیکستان انسامبل‌های 6 مقام فعالیت کرده ایستاده است. جوان‌ها امروزه خصوصاً در همین مکتب‌ها در کالج‌های صنعت در دانشگاه عالی موسیقی که در همین شعبه‌ها تأسیس میگه تعلیم میگیرن البته برای تشویقات آینده 6 مقام خیلی نقشه مهم و بود می‌بازن لیکن یک چیز دیگر باید بیاد چیزی که قید کردیم البته موسیقی کلاسیک 6 مقام از نقطه نظر مضمون و مطلبش مرکب‌تر هست برای همین هم اون جوان‌هایی که
خیلی ذوق بالا نسبت صنعت موسیقی دارن اینها بهتر با موسیقی کمتر ساده‌تر آسان‌تر که ذوقمند مثلا موسیقی ژانر استرادی ژانر موسیقی خلقی که خیلی جالب است و اجرایشون نسبتاً ساده‌تر هم هست بیشتر جوان‌ها با همین ژانرها مایل دارن لیکن اون جوانایی که علاقه در سر آموزش همین کسب هستن البته اینها خیلی استعدادهای خوب هم دارن و برای ترغیب و تشویق کردن نقشه خوب دارن. شریفجان نیازов کسب پدر را ادامه داده همزمان در یکچند مکتب‌های صنعتی ولایت کار و فعالیت می‌برد. معلم به نسل نورس تمام نازکی‌های صنعتی نوازندگی و هم سرایندگی را می‌آموزاند. در تاجیکستان 6 مقام را با باقول فیض‌اللهیف، شاهنظر صاحبوف و فضل‌الدین شهابوف باری نخست به شکل نوت ثبت نمودند. اینچنین 5 جلد کتاب مذکور را به نشر رسانیدند. سال 2003 با پیشنهاد جمهوری‌های تاجیکستان و ازبکستان 6 مقام همچون شاهکاری میراث فرهنگ غیر مادی به فهرست شاه اثرهای سازمان بین‌المللی یونسکو وارد کرده شده است. گزارش گنجینه عالم و نینجان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.